بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام، نمازگزاران محترم، قبل از همه در این روزی سعید، روزی مبارک و روزی اجابت دعا کنیم پروردگارا امروز و همه وقتی ما رو مبارک با برکت. پروردگارا در این روزی سعید جمعه گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور، روحهایشان را شاد، از ما خشنود و خوشحال راضیشان بگردان. پروردگارا قلبهای ما، اهل و خانواده و فرزندان ما، کشور ما را با شرافت قرآن، با برکت قرآن، با عظمت قرآن و با نور قرآن منور و نورانی بگردان. پروردگارا نیت‌های همه ما را نیک، قلب‌های همه ما را صاف و پاک، عمل‌های همه ما را صالح بگردان. پروردگار، همه این حاضرین به امیدخانه آمده اند و دستی امید به سوی خودت برداشته اند و هر یکی امیدها و آرزوها دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگار، همه حاضرین را عمر دراز به دردی با برکت، کامیابی های دائمی، عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگار، در این روز اجابت دعا، روز سعید جمعه، تمام بیماران را شفای کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار، قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده. مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف، در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزی و اهل و خانواده اشان برکت دائمیت نصیب روزی بگردان. پروردگارا، کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و فتنه ها را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی و همیشگی بگردان. پروردگارا، پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگارا، دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما، دستهای ما را خالی مگردان. پروردگارا، همه اونهایی که برای پیشرفت کار مسجدها، خصوصا مدتی از این مسجد تعمیر و ترمیم و از نوسازی رفته ایستاده است، همه اون استادایی که مهنت و زحمت کشیدند و میکشند و همه اونها سایه‌کارانی که مبلغ گذاری کردند و میکنند، در عوض این همه مهنت و زحمت و مبلغ‌ها و سهم‌های گذاشته‌شان و میگذاشته‌شان، پروردگار عزت و برکت و سعادت ابدی برایشان نصیب روزی بگردان. پروردگار، هموطنان عزیزی ما که بیرون کشور در مهاجرت مهنتی هستند، همگی را در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. از تمام ضرر و خطر در پناهت نگه بدار. در مهنت و زحمت و کار و زندگیشان برکت دائمیت نصیب روزی بگردان. سالم و غانم و با برکت و با عزت و با احترام به نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگارا، همه این حاضرین را کامیابی های دائمی، عزت و سعادت دارین نصیب روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران الاسلام، موضوع موعظه امروزه ما و شما در موضوع تعصب و خرافات. خرافات یعنی چی؟ حالا بسیار انسان ها به خرافات داده می شوند. بعضی ها می بینید که نمیدونم که نعل اسب میمونن بالای درشون، بعضی ها خار میمونن و بعضی ها کیمچی های سنگ و کلوخ و یا که هر چیزی که باشه، یا بعضی اگر مبادا با پیششون گربه سیاه یا کشکی سیاه بگذره، تمام روزشون سیاه و زندگیشون تنگ و تاریک می شود. یعنی خرافات یعنی چی؟ خرافات چیزی رو میگویند که هیچ اساس علمی، منطقی، دلیل شرعی وجود ندارد که انسان تکیه به همون میکند. خدای نکرده اگر مبادا اون بندی پای افزالش کند، میگوید تمامه که اون بدبختی بالای سرم میآید. یا اینکه پیاله از دستش غلطی شکست، خدا پناه بدهد که حالا اون بالای سرم میآید. یعنی همه این. یا اینکه بعد شام اگر هر چیزی سفید دادی بدبختی میارد. یک روز
خونه شیر لازم شد، گفتم بروید خب از همسایه گوه دارد، بروید از همسایه بخرید بیارید. رفتن آمدن گفتن که همسایه بعد شام شیر نمیداد است. گفتم چرا؟ گفتن که به برکتی میارد، شیر گوهش قاق میکند. یعنی این همه چی هست خرافات. یعنی خرافات چیزی رو میگویند که هیچ اساسی شرعی و اساسی واقعی و منطقی ندارد، اون رو میگویند خرافات. در قدیم هم پیش از اسلام هم انسان ها به این چیزا خیلی زیاد باور داشتن، تا به حال وجود دارد. پیش فولبین می رود، بعد فولبین میگه کیمچی و از طرف همسایه و از اون طرف همسایه دستی چپ و همسایه دستی راست و همسایه طرف دیگر. خب دیگه همه انسان همسایه دارد. در یگون قمیستان یا که در یگون جنگل زندگی نمیکند، خب دیگر بین انسان ها زندگی میکند. بعد چند فند و فریب دروغ میگیرد، با همون همسایه ها دشمنت میکند. این رو میگن چیز خرافات. یا خصوصا زنها زیاد یعنی به این چیز اعتقاد دارن و میروند پیش همون فولبینا و بعد دیگر زر و زیور هر چی که دارد بایگری خودش و شوهرش رو میبرد نیست نابود میکند و زندگیش رو حرام میکند و زندگیش رو ببرکت میکند که هیچ اساس شرعی ندارد و هیچ دلیل منطقی ندارد. ولی قدیم هم پرنده های داشتند، اگر سفر میخواستند که سفر کنند اون پرنده رو میپرستند. اگر طرفی راست میرفت سفر بخیر است، با برکت است، به خطر است، میرفتند. اگر مبادا اون پرنده از پشت کدوم پشه دیگر اگر طرفی چپ میپرید میگفتن نیولی صبر کنیم با چند روزی دیگر. باز وقت و ساعتی همون چیز فولبینیشون یا اینکه وقت و ساعتی همون خرافات چون معین بود. لیکن دین مبین اسلام همه این رو به اساس حتی شرک اعلان کرد. همه علیه السلام گفتن که الطیره تو شرکن. الطیره یعنی چیز؟ همین فول دیدن یا گمانی بد کردن، حالا دیگه بند پتین کم کند یا پیاله هم شکست یا چوینیک شکست یا پیشی گربه سیاه از پیشم گذشت، این بدبختی میارد. این همه رو با که شرک است. اون گربه به حیاتی تو چی دخالت دارد؟ و بیچاره خودش سرسون سرگردان است، حالی که دیگه از پیش تو میگذرد یا کی میگذرد. خب دیگه از پی زندگیش است، کی به تو کار دارد، کی به تو یعنی گذشتن او تعلق دارد، چی تأثیر دارد؟ حالا دستت لرزید و پات پیش برد و بعد چوینک شکست، بعد یکم بدبختی میارد اون چوینک برای تو. چوینک چی است که برایت بدبختی بیارد؟ یا اینکه اون پیولا یا بندی اون پای افزولت که کهنه شده است و پوسیده است کشیدهش که کند، بعد اون چی تعلق دارد با زندگی و اون روز تقدیر اون انسان چی تعلق و وابستگی دارد؟ هیچی. لیکن ببینید که بیسوادی انسان رو بدبخت میکند. بیسوادی. حالا همونایی که پیش فولبین پیش جادوگر میروند و دیگر همه همون زر زیورشان رو میدهند یا که بایگری هایشان رو میبرند میدهند یا که شوهرم زن دیو نگیرد، شوهرم دوستم بدارد، شوهرم این کند، شوهرم اون کند، همه دارندگیش رو میبرد میپاشد. از اونی که اون بایگری رو میبرد معامله نیک رو شوهر کند. شوهر وقتی که صبح که کار رفت مردک جون خدا نگهبانت باشد، خدا برکتت دهد، خسته نباشی، سالم بر بگردی، خودت احتیاط کن، حال خنکی باشه سردی در خودت احتیاط کن، گرمی باشد مردک جون در گرمی خودت احتیاط کن بیمار نشوی، خدا برکتت دهد. یک هفته همین سخنان رو بگوید تمامش زندگیش گلستان، خانهش جنت، حیاتش یعنی پر از برکت. تمام معامله بد رو با شوهر میکند، بعد میبرد فولبین جادوگر نمیدونم کیرم پولهای به شما رو میدهد تو اینکه شوهرش چیکار نکنه. عقل باید کار فرماید. هر انسان هر مسلمان باید عقلش رو استفاده کند، از روی عقل و فراستش باید زندگیش رو پیش ببرد. در همین صورت ناکام و بدبخت نمیشود مسلمان. خداوند عزوجل میگه استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. و اونایی که میدونند همونایی که به همین فولبین و جادوگر به همین رو باور میکنند و یا با پیشی کسی و یعنی پیاله شکستگی و چاینکی شکستگی و نمیدونم که کیمچی همه همین از روی بیسوادی هست. اگر یه سواد نداشته باشه شاید انسان شیطان میبردش اون طرف و میبردش این طرف و میبردش اون طرف و میبرد هر طرف میکندش بدبخت. روزی دیدن شیطان بسیار در ترس و وهم است. گفتن چی قدر ترس و وهم داری؟ حالا اینکه کارت رو کرده ای شده ای
و چند نمازگزاری بیسوادی به معلومات و به دیگر چیز اونا را گمراه میکرد، لیکن نترسید، نلرزید. او همجا یک عالم خوب است، اگر مبادا بیدار شود همه خدمت‌های من رو برباد میدهد، این همه خدمت‌های من چی میشود؟ برباد میرود. ولی متخصص دهقانی که سواد دهقانی متخصص باشد در همون دهقانی خودش چقدر ماهر است، کامیاب است، همین است یا نیست؟ هر انسانی که در تخصصی خود اگر متخصصی ورزیده باشد بسا کامیاب میشود در همون کار برو زندگی خودش. و هر مسلمانی که از ضروریات دینیش با خبر باشد هیچ وقت هیچ بدخواه اون رو فریب داده نمیتواند، حتی شیطان فریب باش داده نمیتواند. ولی بسیاری جوانایی که از روی بیسوادی هر کاری دست میزنند ناکام میشوند، معتاد میشوند، نمیدونم که میزده میشوند، یا اینکه خدا نشان ندهد به هم جنسگرایی میروند، نعوذ بالله نعوذ بالله. بعد میان پشیمان میشوند، بعد میگه چرا این کار کردی؟ خب دیگه به عقلی کردی. او عقل کجا بود که به عقلی کردی؟ چرا در وقتش عقل رو استفاده نکردی؟ بیسوادی یعنی انسان رو به بدبختی، به خرافات و به ناکامی میبرد. برای این مسلمان باید ضروریات دینیش رو باید بداند. هر مسلمانی چند آیت و چند حدیثی، چند شعر و چند حکمتی، چند قصه و پند و اندرز و سبقی از کتاب‌هایی که پر از عبرت و حکمت و درس و سبق هستند باید در ذهنش جای کند، تا اینکه نه شیطان فریبش بدهد، نه فریبگری فریبش بدهد، نه گمراه در ضلالت ببردش، نه بدبخت اون رو بدبخت کند، نه بدخواهی برای بد ببردش. و خاطر که این همه نشود باید که چیز با چند آیه چند حدیث آداب اخلاق حدی اقل همین راه‌های استفاده عقل را بیاموزد که باید چیکار کند، کار را کی چگونه کار را شروع کند و چگونه به پایان برساند باید داشته باشد تا اینکه بدبخت و ناکام نشود. دانشمندان اسلام میگن که هر کاری رو که انجام دادنی شدی اول بسم الله بود، بعد فکر کن همین کاری که میکن، خواه ازدواج باشد، خواه دوستی باشد، خواه رفیقی باشد، خواه سفر باشد، خواه تجارت باشد، خواه خانه باشد، خواه ازدواج باشد، هر چیزی که باشد پروردگار رو همین کاری رو که انجام میدهم ببینم کنی در این رازگیت هست و نیست. مسلمانی نیست که او بول ثواب نداند. به اصطلاح مردمی بگوییم خب او بول ثواب همه میدوند که همین کار او بول است یا که ثواب. خب فکر کن که او بول است یا ثواب، میبینی که ثواب است، خیر برکت دارد، روزگی پروردگار هست، عزت است، برکت است، کامیابی آید در دنیا و آخرت است، هیچ مشکلی نیست، بسم الله توکلت علی الله میرو بکن. ولی میبینی که در این عقول هست، اندیشه کن هیچ گناهی نیست که صاحبش رو بدبخت نکند و صاحبش پشیمان نشود. هیچ گناهی نیست که انجام دهنده رو پشیمان نکند. تمامی گناه، ولی ظلم کردن به فرزند، ظلم کردن به زن، به همسر، ظلم کردن به همکار، به احترامی کردن به رفیق، به دوست، به احترامی کردن به پدر، به مادر، به احترامی کردن به کلانسال، تحقیر کردن یک عالم، ضرر رسانیدن به یک انسان به اساس، همه همین عاقبت پشیمانی و بدبختی می‌آورد.